سلام، به پنجمین قسمت از زمین بی‌طرف خوش اومدید. ما برگشتیم، اینجا زمین بی‌طرفه. من علی محمد یعقوب‌پورم و طبق معمول با رضا خودادی در خدمتتون هستیم. بفرمایید یه سلام علیک داشته باش تا سریع استارت بزنیم. آقا سلام و عرض ادب به همراهای خوب زمین بی‌طرف. امیدوارم که بحثایی که میکنیم به دلتون میشینه. من شاید دونه دونه کامنتاتون رو جواب نداده باشم، ولی ویدیوی قبلیمون تقریبا یه 70-80 تا حداقل کامنت گرفت. هم در واقع اکثریت اظهار لطف کردن. خیلی ممنونم. سعیمون با امیر اینه که بی‌طرفانه و بدون هیچ ملاحظه کاری اون چی که به نظرمون قابل نقد تو فوتبال ایران رو نقدش کنیم و نکته اگه ازش به ذهنمون میرسه بگیم. ترتیبم اینجوری شد که فکر کنم کردیمش هفته دو جلسه به واسطه تعداد زیاد و فشردگی مسابقات لیگ و اتفاقات. امیدوارم که همراهیمون بکنیم. از چی شروع کنیم امیر؟ فکر کنم راجع به پرسپولیس یه سری نکته داری. میخوای اونا رو یه مختصر و مفید بگو تا بریم سراغ بحث اصلیم. ببین، در مورد پرسپولیس حالا اگه تو هم کامنتی داری به هم وسطاش بیا. ولی یکی دو تا نکته به نظرم میرسه که شاید مهمترینش اون شور و اشتیاقی باشه که توی دل این تیم میبینم و اینی که هفته پیشم تا حدودی در موردش صحبت کردیم، ولی همینجور داره پررنگتر میشه. این که پرسپولیس بعد از زدن یه گل دو گل پاپس نمیذاره و انگیزه داره برای رو به جلو کار کردن و به نظرم من میاد که سرنوشت وحید هاشمیان به شدت برای آقای تارتار درس عبرت شده و فهمیده که اینجا جایی نیستش که تو بیای مثلا یه گل بزنی اون عقب توپو نگهداری و بری فاز حفظ نتیجه و این چیزا بگیری. اگه میخوای سکوهای پرسپولیس رو با خودت داشته باشی، باید شور از وسط زمین در واقع لبریز بشه به سمت سکوها. شما مطمئن بدون همین هواداری که پارسال شروع کرد علی وحید هاشمیان و درویش شعار دادن، این دوتا بازی اگه پرسپولیس نتیجه نمیگرفت برای بازی سوم میرفت سراغ ترکیب حدادی و تارتار. چرا؟ چون از نظرش این ترکیب هم خیلی ترکیب جذاب و دلنشینی نمی اومد. حداقل اینه که اون چیزی که من از کامنت ها و اینا رصد میکردم یه همچین نگرانی وجود داشت که آقای تارتار اینجا مثلا گلگوهر و ذوب‌آهن و ملوان و اینا نیستش که مثلا یه گل بزنی بخوای نتیجه رو حفظ کنی یا هی مساوی مثلا دوتا مساوی یه دونه برد بعد بگی ششم جدول شدم یا مثلا چهارم جدول شدم به به چه دستاورد. اینجا پرسپولیس شما باید نتیجه بگیرید. به نظر میاد که تارتار تونسته این تفاوت دیدگاه هم در واقع در بیاره. خیلی نکته مهم و اساسی اینه که یک سرمربی وقتی میاد تو پرسپولیس نمیتونه که فلسفه خودش رو مقدم بر فلسفه پرسپولیس بدونه. اگه میخواد نتیجه بگیره و کار براش در بیاد، باید فلسفه پرسپولیس که یک بازی تهاجمی و تماشاگر پسنده و جنگیدن تا لحظه آخر برای پیروزی پرگل رو تو اولویت خود، اگه توانایی داره که تیمش رو با این دست فرمان بفرسته تو زمین، به نظر من میتونه موفق باشه. کما اینکه آقای دنیز لینا میرم ما داشتیم که تیمش پرهیجان و رو به جلو بازی می‌کرد، اما مثلا 3 تا گل میزد 2 تا گل هم میخورد، ولی تماشاگرها دوستش داشتن. قهرمانم نشد، ولی همیشه از اون پرسپولیس آقای دنیزلی با احترام و به عنوان یک تیم محبوب یاد میشه. خیلی به نظرم اتفاقی که افتاده و خروجی که پرسپولیس داره با این شرایط میگیره به واسطه اون رقابتیه که شاید تو هر پستی برای این تیم به وجود اومده و برای هر پست گزینه وجود داره برای اینکه بیاد و خودشو به ترکیب تحمیل بکنه. در نتیجه اونی که تو زمینه صدشو میذاره تو زمین. این نکته‌ای هم در مورد بیفوما اینا دارم، میخوام ببینم تو اگه نکته‌ای در مورد پرسپولیس داری بگی تا بعد من حرفامو تکمیل کنم. عرضم به حضور نکتم در مورد پرسپولیس، من حالا معتقدم که فعلا هنوز زوده در مورد تیم تارتاری جنبندی داشت. همونطور که راجع به استقلال نباید خیلی زود مثلا قضاوت کرد. به هر حال بازی‌های اول و دوم استقلال پرسپولیس بازی‌های نسبتاً آسونی. نکته پرسپولیس اینه که به نظر مهدی تارتار داره از داشته‌هاش خیلی خوب استفاده میکنه. یعنی به قول تو یه نیمکت پر داره، ترکیب اصلیش هم خیلی دیگه باهاش ور نمیره، یعنی خیلی کارهای عجیب و غریب نمیکنه. یعنی بیاد پست بازیکنه رو عوض کنه، مثلا بازیکنه رو الکی جابجا کنه، یعنی کار عجیب غریبی انجام نمیده و روی یه روالی داره تیمو میبره جلو. به نظرم بازی این هفته یه جورایی یه آزمون خیلی سخته برای
پرسپولیس مدل جدید دیگه، که ما قشنگ دیگه بعد از اون میتونیم راجع به پرسپولیس مهدی تارتار صحبت کنیم. میخوای حالا نکته تا راجع به بیفوما هم بگو؟ جز بازیکنای عجیبیه که من تو عمر رصد کردن فوتبال به چشم اومده. آقا این یا صفر یا صده، نمیدونم چه جوریه. یعنی اگه صفر و صده اینجوری نیستش که مثلا پارسال صفر بوده امسال صده، مثلا بگیم خوب شده و این حرفا. موضوع اینه که تو یه بازی میتونه یه بهزاد غلامپور درونی داره، نمیدونم چه جوریه. اونم یه بازی یاشین میشد، یه چیزایی میگرفت اصلا برگای همه میریخت، ولی یه موضوع مثلا یه گلی میخورد که عجیب و غریب بود. تو همین بازیه مثلا من میتونم 2 صحنه یادآوری بکنم حداقل که به صورت خیلی ابتدایی موقعیت خیلی عالی از دست یادت میاد، مثلا یه قدم داخل 18 یه چند دقیقه قبل از هم پاس گلی که داد یه توپ ریباندی قشنگ فرصت داشت که همون رو تک ضرب بزنه یا با یه استوپ خیلی ساده فرصت ضربه زدن به توپ داشته باشه. یه استوپ پرت و پلایی کرد، توپ رفت عقب و برش کرد. ولی این پاس پشت پایی که داد اصلا ورای فوتبال ایران و آسیا بود. خیلی به نظر من پاس خاص و منحصر این نشون میده که این بازیکنه به نظرم یه درک محیطی بسیار خوبی از فضای دور و برش داره و میتونه که توی موقعیت سازی با پاس‌های خارق العاده به تیمش کمک بکنه. حالا غیر از این که از نظر من یه بازیکنی هستش که اگه تمرکزش رو بذاره قدرت تمام کنندگی هم داره، ولی خب موضوع اینه که وقتی که شما یه مجموعه‌ای از هافبک‌های نفوذی خلاق و فرصت طلب داشته باشی، چنین بازیکنی به نظر من میتونه یه نقش کلیدی رو بازی بکنه. یعنی کسی که توی فضاهای تنگ یا مثلا حرکت‌های رو به عمق بتونه بگیره و مثلا با یه کاتبکی هافبک‌ها رو دوباره صاحب موقعیت بکنه. پرسپولیس الان محبی تو هافبک‌هاش خوبه، تیک‌تر، اصلا یه تراکم خیلی وحشتناکی تو خط هافبک‌ها و وینگراشو داره. نمیدونم تیک‌تری رو داره، عمری بازیکن خلاقیه. اون پسر محمودی خودش یه اومد تو یه 2 تا دریبل و فضا سازی و اینا، بازیکنای بسیار قابلی داره تو وینگرش که میتونن در واقع برگ برنده پرسپولیس امسال باشن. کسایی که هم قابلیت حمله توپ رو دارن، هم خلاقیت دارن، میتونن برای مهاجما فرصت سازی بکنن. اگه دست خودشون هم بیاد دریغ ندارن که مثلا بزنن و به تور بچسبونن. هم محبی این ویژگی رو داره، هم عمری این ویژگی رو داره، تیک‌تری این ویژگی رو داره. همه اینا کمک میکنه که نیمه جلوی پرسپولیس، نیمه جلوی اگه چفت بشن با هم دیگه، نیمه جلوی خطرناکی باشه. و این بیفومو هم اگر در واقع دور تمرکزش و اون دنده خوبش باشه، به نظر من یه بازیکنیه که قابلیت‌های بسیار داره و این پاس گل نشون از کیفیت واقعا خارق‌العاده‌ای داشت. منو که خیلی تحت تاثیر قرار داد، نمیدونم دوباره جوگیر شدم یا اینکه به نظر تو هم همچین چیزی اومده در عقب زمین. این خرید آقای ایری به نظرم یه نوید بخش بیمه شدن خط دفاعی پرسپولیس برای 4-5 سال آینده بود. الان محمد حسین کنانی زادگان هم به عنوان معدود مدافعینی که قابلیت شروع بازی از ته زمین رو دارن، بالاخره داره یه گزینه جذابه برای پرسپولیس، داره پا به سن میذاره. ترکیب ایری و زاره از اون ترکیب هاست که مثلا نمیدونم منو یاد مثلا سه جلال با همین شجاع، ولی خب تو سالهای جوانیشون میندازه. میتونه ترکیب بسیار خوبی تو خط دفاعی پرسپولیس باشه و بیمه‌شون کنه واسه چند سالی. یه نکته جالبی هم دیشبم این ویدیوش خیلی وایرال شد، من می‌خواستم در موردش حرف بزنم. تو این فوتبال برترم بهش اشاره شده، مثل اینکه من اون برنامه رو ندیدم ولی صبح یه تیکه‌ای ازش دیدم، اینی که بازیکن‌های پرسپولیس میان کنار زمین، کنار لب خط وای میسن و یه صف میکشن و با گلزن ابراز خوشحالی منظم خیلی خوبی انجام میدن که این نشان از اتحاد و همدلی توی این تیم باشه و یک المان جذاب از اینی که آقا مثلا بازیکنایی که رو نیمکت نشستن همدلن با بازیکنی که توی زمینه و داره گل میزنه. این نکته به نظر من چشمگیر بود توی فضای پرسپولیس. تارتار هم میخوام بگم که اگه گله میکنه در مورد اون تک گلی که بعد از 4 تا گل زدن میکنه، اینم نکته مهمیه به نظر. و این تارتار رو میدونین و میشناسین که
اینقدری که به گل نخوردن علاقه‌منده، شاید به گل زدن علاقه نداره. این برداشتیه که من از سالها نگاه کردم به تیم‌های تارتار. در نتیجه اگه اینجا حالا اون جلوش درست شده و ابزارش رو داره و داره خوب گل میزنه، این حساسیتش رو گل نخوردن هم به نظر من جذابه. به نظرم تمام نکته‌هایی که گفتی هنوز که هنوز جای سوال میتونه داشته باشه. همین که خوشحالی و همین اتحاد تیم به نظرم خب الان همه چی خوبه، الان همه با هم خوبن، ولی باید ببینیم که تو آینده و بعد شاید اولین امتیازی که از دست میره رفتارها چجوری خواهد بود. در مورد آیه بیفوما به نظرم بعد از اونی که گفتن که قراره پرسپولیس جدا بشه قشنگ تونست بیاد و تواناییاشو به تارتار نشون بده و حالا یه صحبتایی هم هست حتی راجع به معاوضه‌اش با رزاقپور فولاد، ولی به نظرم با عملکردی که داره نشون میده تو تیم میمونه و جای خودش رو پیدا میکنه. در مورد دانیال ایری هنوز نمیتونم باهات موافقت کنم، چون ما تو این چند سال اخیر یه سری مدافع داشتیم که دقیقاً مثل همین آیه ایری یا ایری حسابی شروع کردن ازشون تعریف و تمجید کردن و اینا. همین سامان فلایی که تو استقلال بازی میکنه و حزواوی پوری که یه دوره رفت السد و بعدش اومد سپاهان. اون زمان دقیقاً یه نگاههایی در مورد این دوتا مدافع بود که اینا مدافع آینده دفاعی ایرانن، ولی وقتی که اومدن تو لیگ برتر و قرار شد اون جایگاه ثابت رو داشته باشن، حداقل تو ابتدای راه نتونستن این مسیر رو خوب طی کنن. نمیدونم با توجه به رقمی که برای آقای ایری پرداخت شد، من اصلا واقعا هنوزه نمیدونم آقای ایری ارزش این رقم رو داشته یا نه. درسته بازیکن ملی پوشه، همون دو نفری که گفتم هم ملی پوش بودن، حتی حزواوی رو میگفتن که قراره برای قطری‌ها بازی کنه. به نظرم آیه ایری رو باید وایسیم بیاد بازی کنه ببینیم که واقعا توی تیم بزرگ مثل پرسپولیس میتونه اون تواناییاشو نشون بده یا نه. من نمیدونم ارزش این سرمایه‌ای که پرسپولیس روش گذاشت و داره یا نه. ببین خیلی مهمه که ما اصلا اینو به صورت پیش‌فرض بدونیم که پولی که تو فوتبال ایران بابت بازیکن رد و بدل میشه به واسطه همه اون ماجراهایی که همیشه با هم دیگه حرف زدیم هیچ موقع متناسب با کیفیت فنی بازیکن نیست. خب یعنی ما همین بحثو اگه یادت باشه پارسال برای سحرخیزان استقلال هم داشتیم. خب که آقا 1 میلیون 2 میلیون دلار هم میدونم دادن بابت رضایت نامش، 1 میلیون دلار هم دادن به خودش. اصلا عدد وحشتناک شد دیگه. رو خود اون بچه هم یه فشاری گذاشت که از نظر من واقعا پارسال نتونست توانایی‌های خودش رو نشون بده. ولی موضوع اینه آقا اون حزبابی و اینام همچنان به نظر من جزء استعدادهای فوتبال ایران هستن، ولی میدونین وقتی کنارش عدد مطرح میشه یهو ما یه توقعی برامون ایجاد میشه که آقا این دیگه باید بیاد تو مالدینی باشه، در صورتی که بابا اصلا اینجوری نیست. اینها یک ستاره هایی هستن، یک لول بالاتر و یک استعدادهایی هستن کمی بهتر این فضای برهوت فوتبال ایران که من معتقدم تو این 1-2 سال اخیر یه چیزهایی توی به وجود اومدن یعنی ساخته شدن چند تا جوان داریم میبینیم. خب شاید همین اتفاقه و این توجه بیش از اندازه و این عدد بزرگم باعث این افت مثلا یکی مثل حزباویه شده یا یکی کمتر ازش بشنویم. موضوع اینه که اینا باید بیان توی تیم‌هایی که بیشتر دیده میشن اونجا فوتبال بتونن بازی بکنن، خودشون رو بیشتر در معرض قضاوت قرار بدن و ببینیم خروجیشو چجوریه. ولی بالاخره اینها الان داشته‌های فوتبال ایران جزو کسایی هستن که تو اون رده سنی فوتبالشون کمی بیشتر از بقیه به چشم میاد. خب حالا اینی که 2 تا مدیر و 2 تا دلال و 4 تا جابجایی و نمیدونم از این چیزا باعث میشه که عددهای پرت و پلایی در موردشون پرداخت بشه، اون اصلا به نظرم یه موضوع دیگه است. بله ایری خوبه ولی شاید مثلا به قول تو اون چند صد میلیاردی که پول براش جابجا شده نیارزه. همین نکته رو من فقط داشتم. در مورد تیم ب پرسپولیس که مطرح شده قراره که تشکیل بشه دوست داشتم نظر تو رو هم بدونم، فکر می‌کنی کمک میکنه یا نه؟ در مورد دانیال ایری و اینا گفتی که ما انتظار داریم مالدینی باشه. نه ما انتظار نداریم مالدینی باشه، انتظار داریم یکی باشه که بیاد بتونه مثلا جای این مدافع 38 ساله‌ای که داره وارد 39 سال میشه و قراره چند ماه دیگه بره جام ملت‌ها بازی کنه. و وقتی که ما تو زمین بازی این دوستان رو میبینیم واقعا اینا در حدی نیستن که، یعنی در حدی نبودن که بتونن جای یکی مثل این مدافع 39 ساله رو بگیرن. قبول دارم بعد از اومدن آقای ساپینتو واقعا مدافع استقلال تونست عملکرد بهتری داشته باشه و حزواوی پور هم شاید نسبت به سالهای گذشته بهتر شده، اما میگم دیگه الان به قول خودت هم گفتی دیگه
دانیال ایری برچسب اولین بازیکن 1000 میلیاردی فوتبال ایران بهش خورده دیگه. باید بیاد تو پرسپولیس حداقل در حد یه مدافع فیکس تواناییاشو نشون بده دیگه. اینو من مجددا میگم که گناهشو از چش بازیکن من نمیبینم. اینی که تو داری میگی رو باید اون سرمربی محترم و اون در واقع کسی که تصمیم گیرنده تیمش رو میچینه اینو یه بخششو متوجه اون میبینن. این بازیکن باید میدون پیدا بکنن، بیاد آب دیده بشه و بتونه جای اون آدم 38 ساله رو، اون سرمربی دل میکنه از اونا. گناه این بچه‌ها نیستش. یعنی تو همین جام جهانی هم به نظر رضاقی‌نیای استقلال همین کیفیتو داشت که بتونه بازی بکنه. همین بچه‌ها اگه واقعا فرصت بهشون من همین الان زاره پرسپولیس و 2 تا بازی ازش دیدم، من پسندیدمش. چرا نتونه تو سطح بالا بازی بکنه؟ بالاخره شما باید اینا رو میدون بدی، 2 تا بازی تدارکاتی فیفا دی نمیدونم بفرستی، بعداً بره توقع بکنی که آقا تو جام جهانی هم برات مثلا ایکس و ایگرگ بدرخشن. بابا وقتی شما برای مسابقات امید نمیدونم آسیایی دوباره داری علیرضا بیرانوند رو میبری که بیش از یه دهه است که همه گلرها پشتش موندن و اونجا که دیگه باید به یک جوان فرصت بدی، بازم داری ازش دریغ میکنی که چیه مثلا بیرانوند بره اونجا و به این بهانه سربازیشو بپیچونه. خب دیگه تو چه طبقه مثلا خلیفه رو کجا ما باید درست حسابی آب دیدش بکنیم که این بعدم بشه فیکس تیم ملی؟ کجا این اتفاق باید بیفته؟ حالا راجع به بیرانوند صحبت میکنیم، ولی این داستانی که میگی من در تمام پست ها این حق رو به بازیکن‌ها جوون میدم، ولی در مورد دفاع وسط واقعا ما کمبود داشتیم و این بازیکنایی که اسپوردیم نتونستن عملکرد خوبی رو نشون بدن. راجع به زاره هم خودت گفتی به نظر من عملکرد خوبی داشته تو این بازی و به نظرم البته میخوام باهاتون مخالفت کنم، میخوام بگم که یه ذوق زدگی در مورد زاره به وجود اومده. این 2 تا بازی اول پرسپولیس واقعا فشاری به دفاع پرسپولیس وارد نشده که ما بتونیم زاره رو تست کنیم. زاره الان اتفاقا ما این هفته میگم برای مهدی تارتار هفته مهمیه. این هفته ما باید ببینیم زاره جلوی شهریار مغانلو و حسین زاده چی کار میکنه. وگرنه استقلال خوزستانی که پنجرش بسته بوده بنده خدا و اصلا یه وضعیت خیلی بدی دارن. اصلا من نمیدونم این باشگاه چرا رسیده به اینجا. باشگاهی که پارسال این همه جوون آورد بازی داد چجوری رسیده به اینجایی که وضعیتش اینجوریه؟ به نظرم راجب زاره هم یه ذره زوده. دقیقاً زاره هم از همون مثالاییه که من زدم. ما میگه تقصیر اون مربیه که اینقدر پول بهش میده، من میگم تقصیر انتخاب خود بازیکنم هست. آقا دانیال ایری چه اشکالی داشت؟ میرفت یه تیم اروپایی شاید با یه رقم کمتری بازی میکرد، یه تجربه‌ای به دست می آورد، بعد میومد تو پرسپولیس. تواناییش هم داشت دیگه بره بازی کنه. و زاره رو دیدیم چه انتخاب اشتباهی داشت پارسا. یه انتخاب بد باعث شد به نظرم جام جهانی رو از دست بده. تو میگی که اینا خودت میگی از نظر فنی اون کیفیت لازم رو ندارن و نشونم ندادن. اینا ممکنه خوبای لیگ ایران باشن و بتونن تو لیگ ایران تا حدودی بدرخشن، ولی مطمئن نباش که بتونن واقعا تو لیگ اروپایی نقش بازی بکنن و برن تو اون سطح باشن. ببین اینا الان یه چیزی بین خوب ما با متوسط، ولی میرن تو لیگ‌های خارجی فوتبال یاد میگیرن. یعنی مربی خوبیه، یه کلاسش بالاتره، 4 تا چیز یاد میگیرن. تو لیگ ایران متاسفانه من معتقدم این پیشرفت براشون حاصل نمیشه. این کالا رو بالاخره بعد اون باشگاه خارجی که و مربی خارجی که تعهدی نداره که مثلا به بازیکن ما فوتبال یاد بده، که اون دنبال ستاره است که بیاد به تیمش کمک بکنه و یه استانداردهای خوبی رو داشته باشه. این نکته تیم ب پرسپولیس رو من به نظرم بازم از اون کاراست که اگه واقعا با یک ماهیت خوبی شکل میگرفت و اینا شاید میتونست کمک کنه، ولی من به نظرم خیلی از باشگاه‌های درست حسابی دنیا هم خودشون رده‌های سنیشون رو پشت هم خوب چیدن و از پایه‌هاشون تغذیه میکنن، جوان میگیرن و تیم بزرگسالانشون یواش یواش میرن تیم‌های پایه‌شون رو تقویت میکنن. شما الان ببین اگه یه تیم بی تشکیل بدی که مثلا میگن سید جلال رو نمیدونم حسین ماهینی و اینا توش حضور داشته باشن، قاعدتاً باید یه بودجه سنگینی رو روی تیم هزینه بکنید و اینی که شاید یهو من هوس بکنه که آقا میگه من خودم رو نشون بدم که برم سرمربی تیم اصلیشم، برم اونجا هم دنبال مثلا بازیکن ستاره و نمیدونم سمبالا و از این چیزا بگرده. نمیدونم، واقعا مطمئن نیستم که این ایده بتونه به اون روند بازیکن سازی برای تیمای بزرگ کمک بکنه، اگرچه که خب این در حد یک پیش داوریه دیگه. نمیدونم آیا واقعا جای دیگه همچین موضوعی جواب داده.
قبلا مثلا امیر قلمی این کارو برای حتی تیم ملی هم کرده بود. اگه یاد باشه اون دوره قبلی که حضور داشت، پرویز مظلومی رو هم گذاشت بالا سرش رو کرد تیم ب و حتی فرستاد به یه تورنمنت خارجی هم رفتن، ولی خیلی به نظر من کمکی نکرد به این اتفاق که مثلا فکر کنیم که یه پشتوانه سازی واسه این ماجرا اتفاق بیفته. این تیم ب که میدونی پارسال استقلال هم یه تیم تشکیل داد، استقلال زاهدان، و حالا ما که چیز خروجی ازش ندیدیم. برمیگردم به اون بحثی که تو این چند تا برنامه هم تقریبا انجام دادیم. یه پولی هست به نظر دوستان میخوان خرج کنن، نمیدونم باید چی کار کنن دیگه. من بعید میدونم از اون تیم ب چیزی در بیاد. بریم یه بخش رو ببینیم، برگردیم راجع به بازی‌های این هفته یه صحبتی داشته باشیم که بازی خیلی مهمیه و عیار شاید استقلال پرسپولیس رو نشون میده. بریم برگردیم. برگشتیم با زمین بی‌طرف. گفتیم که این هفته بازی خیلی مهمی داریم. پرسپولیس با تراکتور بازی میکنه تو تبریز، بازی هم که دیگه قطعا بدون تماشاگر شد. استقلال هم که با سپاهان بازی میکنه. نکته اینجاست که خب به هر حال پرسپولیس که دیگه تکلیف اون بازی معلومه. تراکتوریا خیلی تلاش کردن بازی رو با تماشاگر کنن که فدراسیون زیر بارش نرفت و دیگه اگرم میرفت دیگه به نظرم خیلی کمدی بود دیگه. ما خودمون مخالفیم که رأی انضباطی بدن برای برگزاری بازی بدون تماشاگر، ولی وقتی رأی دادی و رأی قطعیه دیگه، اینکه بخوای با یه بیانیه و با یه استوری علیرضا بیرانوند و اینا بازی رو با تماشاگر کنی دیگه مسخره است دیگه. شما پارسال هم تو جام حذفی این بازی رو الکی با تماشاگر کردی که الان هم این اتفاقا داره میفته. در مورد استقلال سپاهان هم بگیم که به نظرم این بازیه که برای محرم نویدکیا خیلی مهمه. به هر حال هفته پیش محرم نویدکیا بازم به یه تیم بزرگ باخت و الان دیگه باید جلوی استقلال خودش نشون بده دیگه خیلی به تیم‌های بزرگ باخته. من فقط در مورد محرم نویدکیا یه نکته‌ای رو بگم خیلی مختصر، بریم سراغ بحث‌های دیگه. آقا فوتبال زیبا بازی کردن هم قواعد داره، فوتبال هجومی بازی کردن هم قواعد داره. تیمی که هجومی بازی میکنه معنیش این نیست که دفاع رو رها کنه. سپاهان مقابل تراکتور فوق‌العاده بازی خوبی انجام میده، موقعیت‌های زیادی خلق میکنه، اما همون اتفاقی براش میفته که بازی با پرسپولیس پارسال تو همین اصفهان براش افتاد. یعنی یه ضد حمله میخوره بازیکن حریف، از اون ضد حمله نهایت استفاده رو میبره و پرونده بازی رو برای محرم نویدکیا میپیچه. آقا قرار نیست تیمی که میخواد دل تماشاگر رو به دست بیاره بی خیال عقب زمینش بشه. سپاهان خیلی راحت موقعیت میده به حریف و حالا باید جلوی این استقلال هم حواسش باشه. این استقلال با آسانی و ارزن به حضورتون با کوشکی و این بازیکن جوونی که داره واقعا میتونه ضربه بزنه با این تاکتیکی که محرم داره. در مورد ماجرای شجاع هم یه نظری ازت بگیرم. برای من مجددا دیگه لوس واکنش نشون دادن به اون رفتارش و مدل شادیش اینا، تا اینجا که رفت تو روی اینستاگرامش دوباره نوشتش که واسه خودت زندگی کن، دهان برخیا رو نمیشه بست. آقا من جزو اونایی هم که دهنم بسته نمیشه. و من هر موقع که شما یه دونه از این کارهای غیر معقول عجق وجق تو انجام بدی که قابل نقد باشه، حتما در موردش حرف میزنم. شما نمیتونی بازیکن ملی باشی و توی این سطح لیگ برتر بازی بکنی جلوی دوربینای تلویزیونی با این همه مخاطب، بعد به خودت اجازه بدی که هر رفتاری رو انجام بدی بعد بگی من فقط هم برای خودم. شما که برای خودت اصلا زندگی میکنی، اصلا توش شکی نیست، هیچ اولویتی غیر از خودت برات وجود نداره. ولی از یه جایی به بعد آدم احساس میکنه که این اداها اتفاق میفته که اتفاقا بیان در موردت صحبت بکنن. دوست داری اصلا تو به قول معروف تنه میخواره واسه یک همچین چیزایی. خب در نتیجه ما حتما از کنارش عبور نخواهیم کرد. همچنان معتقدم که رفتارهایی از این دست نتیجه اینه که شما کشالت رو میگیری دستت به قول خودت، اما کمیته انضباطی و مقامات در واقع انضباطی و اخلاقی فدراسیون فوتبال نسبت بهش سکوت میکنن. نتیجهش این میشه که آقا این دلش میخواد شادی کنم اینجوری شادی میکنه، میخواد جای شب درد میگیره کشالش رو اونجوری جابجا میکنه. جای گله‌ای باقی نمیمونه از مقامات فدراسیون فوتبال. اگه بخوایم بهشون یادآوری بکنیم که شما توانایی اداره یک بازیکنی که
تو زمین رفتارهای هنجار شکنانه انجام میده رو ندارید با همین صراحت. خب دیگه خودت جواب خودتو دادی دیگه، یعنی خودت پرسیدی که چجوری میشه یه بازیکنی به خودش اجازه میده چنین کاری انجام بده. دقیقا همین، بارها انجام داده، کسی بهش اصلا نیومده بگه که آقا چرا داری این کارو میکنی. اومدن گفتن ای وای کشالش درد گرفته، یه جلسه تعلیقی معروف. خب بازیکن این مخصوصا این بازیکن به خودش اجازه میده هر کاری بکنه. حالا بحث رو رسوندی به خوب جایی، میخوایم یه ویدیو ببینیم، یه ویدیو آماده کردیم. نکتهش اینجاست که دیگه ما که از فدراسیون ناامیدیم، از فدراسیون ناامید شدیم. این دوستان الان یه سپر رسانه‌ای هم پیدا کردن. بریم این ویدیو رو ببینیم، برگردیم معلوم میشه که چرا میگم سپر رسانه‌ای پیدا کردن. گفتین آقا چرا عبور کردی از خوشحالی شجاع خلیزاده؟ 100% راست میگین. چرا یادم رفته؟ نه باید 100% یادم شد. گل شجاع چی شد؟ شجاع میگه که من سمت هواداری خودمون خوشحالی کردم و وقتی خیلی خوشحال میشم اینطوری میشم. من خودم ویدیو رو داخل ویدیو جالبی نیست، نمیدونم حالا چه جوری برداشتتون از این ویدیوه. میگه که من خوشحالی مدل خوشحالی سمت هواداری خودمون انجام. اگه سمت هواداری سپاهان بود 100% تا الان حکم کمیته انضباطی اومد بازی بعدی رو از دست میداد شجاع خلیزاده به همین راحتی. چون این مدل خوشحالیه دیگه بیش از حد باشه، مدلش هم خوبه. حالا با یه تغییراتی حتی خیلی بد میتونه باشه، ولی خودش میگه نه وقتی من خوشحال میشم یا خیلی خوشحال میشم این کارو انجام میدم. خودش هم خودش شجاع هم بیا اینور برادر این توضیح بدم به دوربین یکمون. خودش هم باید خیلی حواسش باشه دیگه. خودش هم میخواد اینجوری بگم بهتره که مثلا راجبش اتفاقی بیفته و یعنی مثلا بگن چرا اینجوری خوشحالی کردی و بعد بگه من نه خیلی خوشحالم. اون خیلی یواشتر و مهربونترم گلم یکی دیگه زده و خوشحال این حواشی اتفاقات پیش میاد. این هر پیام دیگه راجب خوشحالی شجاع چرا صحبت نکنی؟ خودش آقا من خوشحالی مدلم اینطوری سمت هواداری خودمونه، ولی خب میشه اصلا این کارو انجام نداد دیگه. گفتیم شجاع خب ویدیو رو دیدیم. من حداقل چه توی ضد حمله چه توی این برنامه بارها گفتم که فوتبال برتر تبدیل شده به یه تریبون برای سرمربی تیم ملی، اعضای فدراسیون و بازیکنان تیم ملی. یعنی این دوستان چجوریه میان توی این برنامه میشینن بدون اینکه مجری محترم بخواد به چالششون بکشه، یه سری حرفا میزنن و بعدش از برنامه میان بیرون، به ریش مردم میخندن، برمیگردن به همون روال سابقشون. مثالش رو میخوام همین رامین رضاییان رو بگم. رامین رضاییان میاد توی رسانه ملی 2 ساعت از وقت رسانه ملی رو میگیره بدون اینکه آقای میثاقی یه سوال درست حسابی ازش بپرسه، به چالشش بکشه. برمیگرده بیرون میشه همون رامین رضاییانی که قبلا بود. حالا این ویدیو رو دیدید؟ آقای میثاقی اصلا میگه که من یادم رفته بود به قضیه شجاع اشاره کنم. انقدر براش SMS میزنن اینجوری میکنه چرا من راجع به شجاع صحبت نکردم؟ آقا شما نمیخواستی راجع به شجاع صحبت کنی اصلا. اگه بینندگان فشار نمی آوردن شاید اصلا سراغ قضیه شجاع نمیرفتی. بعد حالا بینندگان فشار آوردن، شما الان چه صحبتی کردی راجع به شجاع؟ چه اصلا زیر سوالش بردی؟ گفتی که رفته به سمت تماشاگر خودشون بوده. اگه به تماشاگران سپاهان بود که تا الان محروم شده بود. نه، چرا؟ مگه مثلا کشالشو گرفت مگه محروم شد؟ به نظرم اینجا خوبه که ما یه ویدیو دیگه ای هم ببینیم. این دوستان الان آقای میثاقی که تو جام جهانی دیدیم که چه جوری از این بازیکن‌ها تعریف میکرد، چه جوری رسانه ملی رو خرج این بازیکن‌ها کرده بود. نگاه کنید که چه جوری میخواد قضیه سربازی علی بیرانوند هم یه جوری بندازه رو روال. بریم این ویدیو رو هم ببینیم برگردیم تا بحث داغه. بیرانوند احتمال داره بره که باحال میشه، جالب میشه. بعد واسه خدمتشون هم احتمالاً دوست داشته بره. سون هیون مین 2018 چون خدمت سربازی دقت کنیم، مانداری به بحث خدمت دقت. خدمت سربازی تو کره جنوبی خیلی جدیه داستانش. من یه تکواندوکار کره‌ای رو دیدم بازی آسیایی طلا گرفت، دیدم این چرا اینقدر گریه میکنه، یه گریه عجیب غریبی، مثل که عضو یه باشگاهی بود یا جایی می‌خواست بره در واقع کشورش خارج بشه و اینها. خدمت سربازیش موافق شد با این. سون هم این کارو کرد. سون بازیکن تاتنهام بود یا درست همون موقع هم چون 10 سال تاتنهام بود. آره اومد اینجا ببین با هم یه تنه قهرمان کرد. یکم مسابقات دیدم که ورداشت رفت همه رو که بزنه طلا رو بگیره خدمتش موافق شه و همون سالم تیمو 2-0 به کره باخت اگه اشتباه نکنم. اینجا هم همینجوریه و بازم من دارم میگم که این عدالت در حق بازیکن فوتبال نیست. با احترام به همه رشته‌ها، یعنی شما تیم کبدی ما، رشته که من خودم خیلی دوست دارم، من موقعی که کماشا بودم کبدی شکل سال 84 تیم کبدی ما بره تو مسابقات برنز بگیره، انتا بازیکن تیم کبدی از خدمت معاف میشن، ولی علی بیرانوند 3 تا جام جهانی بره از خدمت معاف نمیشه. اینه که میگم تعریف سرباز قهرمان باید متفاوت باشه. مثلا توی پینگ پونگ اگه یه پینگ پونگ باز ما یه چینی رو ببره تو آسیا خیلی ارزشمنده، چینی رو برده، ولی
میگن مدال. آقا مثلا دوران اومده بالا یه چینیه رو برد، یه هنگ کنگی برد، باید تعریف سرباز قهرمان عوض بشه. طرفی که 4 تا جام جهانی رفته معلومه لولش، با همه عزیزانی که خیلی هم کارشون با ارزشه، یه برنز گرفتن تو رقابت‌های آسیایی. مثلا یه تیمی هست با یه برد، ما نفر داشتیم یه دور استراحت خورده، حرفه‌ایاش میدونن، یه دور استراحت خورده با یه باخت سوم شده. به جان خودم یه دور استراحت با یه باخت برنز گرفته. اونم میتونه البته یه خدمت سربازی نداشتن ولی میتونست معاف بشه چون برنزو گرفته بود. ولی اینور طرف 2 تا 3 تا جام جهانی تعریف سرباز قهرمان. بس کجا رفت؟ یعنی آقای میثاقی اعتقاد داره که داستان سرباز قهرمان باید تغییر پیدا کنه، چون که یه دونه ورزشکار منهای فوتبال میره 2 تا بازی میکنه و مدال میگیره و از سربازی معاف میشه، بعد میاد ربطش میده به قضیه آقای بیرانوند که رفته 3 تا جام جهانی چرا باید بره سربازی و اینا. بابا آقای میثاقی، مگه خودت آقای بیرانوند رو نیاوردی تو برنامه خودت؟ گفتی تو چه رشته‌ای داری تحصیل میکنی؟ گفت دکترا دارم میخونم و نمیدونست تو چه رشته‌ای داری تحصیل میکنه. ایشون اومده از یه امتیازی استفاده کرده به نام معافیت تحصیلی که ما اصلا نمیدونیم چی خونده. بعد که از این معافیت استفاده کرده رفته از تیم‌های بزرگ این مملکت میلیاردها تومان پول گرفته، میلیاردها تومان پول گرفته، فوتبال بازی کرده، کلی امتیاز بهش دادن، 1 سال باید محروم میشده، محرومش نکردن که برسه جام جهانی. بعد شما میای این آدم رو با یه ورزشکار منهای فوتبال تو رشته کبدی مقایسه میکنی. ورزشکاری که تو کبدی داره تلاش میکنه اگه قهرمان بشه درآمد مالیش از این قهرمانی چقدره؟ بابا اینقدر دیگه خودتون رو مسخره نکنید دیگه. آقا نشست جلوی خود شما گفتش که تو چه رشته‌ای داری تحصیل میکنی، نتونست بگه. الان چرا علیرضا بیرانوند باید بیخیال سربازیش بشی؟ علیرضا بیرانوند چه ویژگی داشته که نباید بره سربازی؟ یه جوون این مملکت که رفته دانشگاه چرا بره سربازی؟ جوون این مملکت میره دکتراشو میگیره، کلی وقت میذاره بره سربازی. ولی آقای بیرانوند الان رسیده به چه سنی؟ بعد چجوری میره سربازی؟ فوتبالیست تو این مملکت چجوری میره سربازی؟ همون آخه مثلا نمیره رو سر برجک مثلا نگهبانی بده، سر برجک پادگان، یا نمیره لب مرز تفنگ بگیره دستش مثلا. او این قراره تش بره یه تیم دیگه یه سال یه ذره پول کمتر بگیره، 2 سال مثلا برای ملوان یا مثلا فلان تیم نیرو زمینی نمیدونم چی بازی بکنه. اتفاق عجیب غریبی براش نمیفته که شما دست به دست هم دادین الان میخواین برای بازی‌های آسیایی تیم امیدم اینو بفرستید که همچنان سربازی رفتنش رو عقب بندازی. آخه این چه کاریه؟ من واقعا نمیفهمم. این امتیاز ویژه، بعد خود قانون داره میگه سرباز قهرمان. خب چه قهرمانی آوردن که شایسته استفاده از این قانون باشن؟ باز من میگم اگه میرفتن جام ملت‌های آسیا، قهرمانی جام ملت‌ها رو چه 3 سال پیش، حالا این سالی که پیش رو داریم، به دست می آوردن، اون موقع یه توجیهی داشت، میگفتیم آقا اینا قهرمان آسیا شدن. خب رفتن به جام جهانی که دلیل بر این نمیشه که اون ورزشکاره 1/1000 اینا درآمد داره، یه بارم این فرصت رو داره که بیاد خودش رو بکشونه بالا و بره قهرمان جهان بشه. ارزشمندی اون مداد خیلی متفاوته نسبت به اینی که شما مثلا توی تورنمنت شرکت کردی، اونم به اسم جام جهانی که 48 تا تیم میرفتن. لج نداریم که ما با بیرانوند که بگید دوست داشته باشه مثلا اون رو تو رخت سربازی ببینیم، اصلا اینجوری نیست. ما با این رانته که برای این، با این فضایی که برای یه آدمی مثل اون ایجاد شده مشکل داریم. این لب کلامه به نظر من. و من اینم باز هم میگم چقدر اوضاع صدا و سیمای ملی این مملکت بحرانیه که یه مجری به خودش اجازه میده برای بازیکن تیم ملی سفیدشویی انجام بده. آقا چرا از قضیه شجاع خلیزاده اینقدر راحت گذشتید؟ بابا چرا میخواین برای بیرانوند سفیدشویی کنید که آقا این باید معاف بشه؟ اصلا چه معافی بشه؟ چی کار کرده به قول رضا؟ ولی این نکته که گفتی در مورد صدا و سیما منو یاد چیزم انداخت. این آقای درودگر از پیمان یوسفی پرسید که آقا چرا به تو گزارش ندادن. خب احساس میکنم که خود صدا و سیما هم الان یه جوری شده این مجریایی که و کسایی که بالاخره مردم باهاشون خاطراتی داشتن یا اینکه به نظر خوب می اومدن و در واقع خوب حرف میزدن، میشستن به دل مردم رو انگار آمدانه نمیخوان ازشون استفاده کنن و کنار میزنن. حالا در مورد جواد خیابانی یه سری اطلاعات هم دارم، این که
تلویزیون الان قبول نداره که این آدم بازنشسته شده. اینو کامل و موثق بهتون میگم. در نتیجه احتمال بازگشت جواد خیابانی دوباره هست. یه چند ماه اختلاف حساب دارن مثل که با هم دیگه. این یک. اما جواب پیمان یوسفی هم به آقای درودگر که پرسیده آقا تو چرا بهت گزارش هم ندادن بکنی، یه دونه شعر خون که به شکست اگر دل من فدای چشم مست، سر خم می سلامت شکند اگر سوی. خب این یعنی که پیمان هم به شدت دل شکسته است از اینی که حتی یک گزارش درست حسابی توی زمان جام جهانی ندادن بهش. محمد رضا احمدی هم که مشکل بازنشستگی و این چیزا رو نداشت کنار گذاشتن. محمد رضا هم تفلک رفته توی فضای یوتیوب داره کار میکنن. به نظرم خیلی هم اونجا موفق نیست با وجودی که چند تا از رفقای چهرهش تو عالم سینما رو هم برداشت آورد و ماشین گفتگو می‌کردن. اینا خیلی به دل مردم نشست. چرا؟ چون اینا بالاخره رفته بودن و سالها تو قالب اون مدیوم تلویزیون خودشون رو جا انداخته بودن. الان فضا واسه تافت و تاز آقای میثاقی بسیار فراهمه. با این الگو که فوتبال برتر پخش مستمعینا رو هم ازش گرفتن، ولی فوتبال برتر تحلیلی رو دو پارتش کردن توی هفته. ایشون هیچ بازی رو هم از دست نده و مخاطب حتما باش همراهی بکنه. آقای محمد رضا میثاقی هم به واسطه اینکه بتونه بره اردوی تیم ملی و با بازیکن‌های تیم ملی در اختیار باهاشون تنیس فوتبال بزنه، اختصاصی باهاشون گفتگو بکنه و این حرفا، وارد وادی رفاقت با این بازیکن‌ها شده و سنبه انتقادش بسیار بسیار کمزوره و نتیجه این شده که برای که آقای بیرانوند بیاد توی برنامه تلویزیونی و به هر کی که مورد نظر اوناست به تازه برای ادای دین احساس میشه که یهو سربازی رفتنش رو دنبال راه حل میگردن که پوشش بدن و این اتفاق براش نیفته. و همین اتفاق در مورد شجاع و رامین و دیگران هم میفته. این وضعیت رسانه‌ایه که آدم ازش توقع داره که نقد حقیقت بکنه و اون چیزی که دست سریع قانونه رو بهش اشاره بکنه. حالا یه صحبتی کردی که افرادی که شاید مردم، گفتی که مردم شاید اینها رو بهشون اقبال داشتن. میخوام بگم نه، مردم به اینها هم اقبال نداشتن. مردم شاید با گزارش پیمان یوسفی هم خیلی ارتباط نمیگرفتن. حالا خب براشون عجیبه دیگه که چه اتفاقی افتاده که ایشون حتی بهش گزارش هم داده نمیشه و بعد از 2 تا انتقاد از تیم ملی برنامه‌اش تو جریان جام جهانی به یکباره از کانداکتور حذف میشه. برای مردم این چیزا علامت سواله. یه چیزی راجع به رامین رضاییان بگم تا ازش خیلی دور نشدیم. آقای مطهری سرمربی فولاد، ایشون میگه که نمیدونم این مبلغ قرار داده که در مورد رامین و فولاد گفته میشه از کجا اومده. اطلاعی که دارم رامین میتوانست از باشگاه دیگر خیلی بیشتر پول بگیرد. رامین اولویتش فولاد بود. آقای مطهری خواهش میکنم دیگه خودتون رو گول نزنید. ایشون بین همه تیمایی که ممکن بود اون رقم نجومی 180 و 150 میلیارد رو بهش بدن رفت یه دور زد، هیچ کدوم بهش ندادن. تیم‌های خارجی هم معلوم شد که نمیخوانش و اگر هم میخوان رقم قرارداد انقدر پایینه که ایشون دوراشو زد تهش اومد تو تیم شما فوتبال بازی کرد. دمش هم گرم، بالاخره اومد جواب محبت شما رو بده. دمش هم گرم. ولی دیگه شما خودتون رو گول نزنید و آدرس غلط هم به هواداراتون ندید. رامین رضاییان تنها جایی که میتونست قرارداد ببنده و یه پول خوب بگیره همین پیش فولاد بود که گفته میشه حدود 60 تا 80 میلیارد هم گرفته. یعنی خیلی هم با رقم کمی نیومده برای شما فوتبال بازی کنه. میخوایم بخش پایانی برنامه رو با یه ویدیوی فان تموم کنیم. ویدیویی که شاید مثلش رو میگم تو جای دیگه نبینید. این ویدیو رو ببینیم و برگردیم. صحبت آخر و خداحافظی. ببین حالا این همش بهونه است، ولی خب این توپا جدیده، فکر کنم لیگ شروع شده ولی دیروز این توپای ما رسیده. وقتی توپام جدید باشه حالا اولش یه ذره تا جا بیفته پیش‌تر، ولی آقای بهمنی توپ رقابت‌های لیگ برتر فصل جدید با فصل قبل فرق داره؟ توپی که الان داره تو مسابقات ما برگزار میشه همون توپ‌های فصل قبل هست. اون تا توپ‌های جدید ما وارد ایران شده، داره ترخیص میشه، به محض که ترخیص بشه در اختیار تیم‌ها قرار میگیره. خب بعد 3-2-3 پس چرا میگفت این توپا جدیده من از دستم در رفت؟ همچین چیزی نگو بچه‌ها.
بله این هم از طنز فوتبال ایران آقای حسین حسینی که توجیهی میکنه، میگه من توپا تازه اومده، به این دلیل این گله رو من بد خوردم. الان گله رو هم دارید تو تصویر میبینید که چه گلی خورده ایشون. و بعدش معلوم شد که اصلا توپا وارد ایران نشده. سخنگوی سازمان لیگ دیشب اعلام کرد که این توپا تازه به دست ما رسیده، داریم تخصش میکنیم. آقا اشکالی نداره، شما که با این نوع گل خوردن غریبه نیستی، شما که کم از این اشتباهات نداشتی. و نکتهش اینجاست هفته قبل ستاره تیمت بودی، انقدر توپ گرفتی که سپاهان تونست به بازی برگرده، بازیشو ببره. هفته اول به نظرم بردش و مدیون شماست. دیگه سراغ این توجیه ها نرید. این همون رفتاریه که من بازم میگم ما از این نسل میبینیم و تعجب میکنیم. نسلی که هیچ چیزو قبول نمیکنه، نسلی که نمیگه من اشتباه کردم، میگه توپا بد بود که من این گل رو خوردم. این دیگه پایان این قسمت از زمین بی‌طرفه. رضا خدافظی تو داشته باش تا منم خدافظی کنم. ممنونم که زمین بی‌طرف رو دنبال کردی. خیلی زود با یک زمین بی‌طرف دیگه و تحلیل مسابقات دیگه برتر فکر کنم میشه وسط هفته برمیگردیم و میبینیمتون. امیر جون خداحافظ، مخلصی. ممنون که با ما بودید. ما سه شنبه به احتمال زیاد ویدیومون رو ضبط میکنیم و یا سه شنبه شب یا نهایت چهارشنبه طرفای ظهر ویدیو رو میتونید ببینید. کماکان منتظر نظرات شما زیر پست هامون، چه در صفحه گل نیوز و چه تو یعقوب مدیا هستیم. نظرات رو حتما میخونیم و برامون مهمه. خیلی ممنون که این قسمت هم با ما بودید. ما خیلی زود برمیگردیم. خداحافظ.